مامان این ویدیو رو نبین مامان. Hello everybody. Yes. گوشی گوشی. چطوریم؟ آقا امروز آمدیم که یک سری حرکتای جالب بزنیم، البته با گوجه و بچه‌ها چیکار کنیم با این گوجه با اون تخم مرغا؟ چیکار میتونم بکنم واقعا؟ من میگم بیایم اینا رو تیکه تیکه کنیم، کف مایتابه پهن کنیم، بعد کف مایتابه پهن کردیم روش تخم مرغ بریزیم، بعد که روش تخم مرغ ریختیم خب دیگه بعد بخوریم دیگه. میریم تو کار گوجه ها. سینی نه این به درد نمیخوره. سینی همین خوبه. اینم از گوجه ها. میخوره نمیخوره توش نشد. یک کدوم باس بخوره. تو دیگه بخور شد، ولی اونجور که میخواستم در نیامد. پس آقا میشینیم اینا رو تیکه میکنیم. به چه صورت؟ به این صورتی که الان میبینیم. این وسط چی؟ ستار بینازی میبر خوبه. نایس. اینجوری نگاه، یه حلقه های مثلا نازک خیلی آروم و زیبا. این چیه؟ این چرا اینجوری شد؟ این حلقه نیست که این چجوری؟ پس خیلی کلفته این حلقه اینقدر کلفته. اوکیه؟ نه اوکی نیست واقعا. آقا صبر کن من یک خوبه. اینا الان حلقه بچه، مثلا فرض کن اینا همه حلقه است. این مثلا حلقه. خب اینو بعد از اینجا قاچ دریاری. خب اینجوری بندازی دور. یکم میدونی حلقه ها میخوام نازکتر باشه، خیلی کلفته اینا. آها اینجوری مثلا واری کله. آفرین. اینجوری یه حلقه های این شکلی حلقه رو میندازی این تو. بله اصلا چی داره میشه اینا چی میخوام درست کنم با اینا؟ ماشاءالله. همینجوری دیگه حلقه رو بچه دونه دونه میزنیم و اینیم جلو. برو بریم. همینطور که دارین از آشپزی من لذت میبرین، اروا خاک ننجونت، بیا برو اون دکمه حسابو بزن. بعدن هم یه 4 تا ویدیو باحال. اصلا آشپزی رو باید از دامبلدی یاد بگیرید بچه ها. بله همینا رو همه رو شلته میدین این تو بچه ها. خب آشغالا رو ریختم این تو. بابا اینا رو نکنید قاطی قیمام. کجا رفت اونا به درد نمیخوره. قاچه در بیارید از این تو. خب بچه اینا رو که همینطور که این تو میریزین این تو صافشون میکنید قشنگ. اینا رو اینجوری راحت تمیز. خب بیا برو بیرون تو. اصل کار اینه که اینا منظم مربعی تمیز اینجوری باشه. خب حالا من چیکار میکنیم؟ من زیر گاز رو روشن میکنیم. زیر گاز رو که روشن کردی روشن شد دیگه. روشن شد. اوکی ایزی بود. میذاریم اینا رو تف بدیم. با چی تف بدیم؟ با یه لیوان آب. نه مقداری روغن. آقا مقداری روغن به مقدار اندکا. نکته مهمه که یه چیزی ورداره که ته مایتابتون خراب نشه. آره یکم نظم مرتبتون رو به هم بزنید بچه‌ها. مامانم فقط این ویدیو رو نبینه. به جان خودم قسم منم میکشه دارم اینجوری چیز من. البته خب دیگه این مایتابش میگم خراب شده دیگه. اون پشت مشتا برش داشتم. وایس تایمی تفشون بدین. تفشون که تمام شد خدا رو شکر.
تا موقعی که این گوجا داره سرخ میشه بچه ما باید این کاری انجام بدیم. تخم مرغ‌ها رو آماده کنیم. خب اینم از این چیه؟ خب بعد مامان نبینیم ویدیو رو مامان. یا خداوند حکیم یا مقلب القلوب والابصار، به خدا نگاه. Oh shit. Oh shit boys. Shit. Okay. خدای منو ببخش بابت این کار. بچه باید تخم مرغ هم بخوره. یا ابوالفضل. یا خدا نریزه بیرون مامان منو. خب اوکی آماده است آقا، آماده است تخم مرغ آماده. خب اینو میذاریم اینجا محلولمونو در اینو وا میکنیم، یک کم روغن میریزیم توش، یک کم، زیاد نه، یک کم. خب و فکر کنم دیگه الان گوجه‌مون خوب شده باشه دیگه. آره با خوب شده باشه. تکون بخورید. چسبیده کف ظرف. اوکی بچه باید بچسبه کف ظرف. اوکی نه خیر. یه همشون میزنیم، بعد که همشون زدین بچه ها محلول مقوی و جانبرکفیه. بسم الله بسم الله بسم الله. عالی. اصلا ببینید این فوق‌العاده است. تمام همینقدر کار داره. ما اینا رو یه ذره داریم هم میزنیم، یه ذره زیرش زیاد میکنیم که اوکی باشه. بعد خوبه وا میسیم که این غذای شخمه خوبمون آماده شه. گراسیس. حالا میرسه سراغ این ماده. این چیه؟ بهش میگن زعفرون. از اونجایی که منطقه ما زعفرون زیاد یافت میشه، بس من همینجوری زعفرونا رو میرزن داخل. تمام. مرحله بعد چیه؟ نمک زعفرونی. ما بچه‌ها دیگه ریچمنیم دیگه، میدونین تو نمکامون هم زعفرون میریزیم. حسابی نمک میزنیم کسی شور نشید. یه مقداری هم نعنا میریزیم. نعنامون هم تازه زعفرون. نه دیگه نعنا دیگه زعفرون. این مقداری نعنا برای اینکه اینقدر همش اینقدر دیده میشه؟ نه خیر. همینقدر نعنا بیشتر لازم نداره بچه‌ها. این مقدار نعنا برای اینکه سوخته بوی میاد. این نیست، اینه. نعنا رو هم که ریختین اضافه کردیم به کار، زردچوب هم اضافه می‌کنیم. این فلفله. اون صحنه‌ای که گرفتی فکر کنم تار افتاده. ببین تهش که خوب چسبیده. خب همه چی اوکی. میریم برای خوردن این غذا. عاشق آشپزیم. سفره خدا رو شکر. یس هودا سفره عزیز. خب خوبه. نون ها. به خدای شکر. بچه ها باش بودید اینجا، این هنر دسته منو میدیدین. همه طعم زعفرون میده. عالی شده بچه ها. اونجا دقت کن. عالی. اصلا سوختگی در حد اعلا. آقا مرسی اینکه با این ویدیو همراه بودین. میدونم ویدیو خیلی قشنگی شد. و لایک‌ها رو بکوبونین. سابم نکردید تازه ساب کنین. تمام. ایزی پیزی. فنیتو.